عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان، همکاران چشم پزشک، بینایی سنج و سایر همکاران پزشک. فایلی رو که ملاحظه می‌فرمایید جناب آقای مهندس بردیا در ارتباط با دستگاه اوسیتی ترایتون پلاس تاپکان که تنها دستگاه در واقع اوسیتی سوئد سورس موجود هست در کشور و بهترین دستگاه‌های در واقع اوسیتی رو اگه در نظر بگیریم بهترینشون در حال حاضر در دنیا اوسیتی ترایتون پلاس هست. امیدوارم که توضیحات بسیار دقیق، جامع و کارشناسانه جناب مهندس بردیا مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. دو روش میشه از این فرد گزارش گیری کرد چون تصاویر از دو چشم بوده. روش اول تصویر دو چشمی فرد هست که با 3D واید گرفته شده که به این صورتی. اینجا در این تبای بالایی ما اویو رو انتخاب میکنیم، یعنی دو تا چشم، یه پروتکل 3D واید اینجا میذاریم، یه پروتکل 3D واید اینجا میذاریم و بعد دکمه ریپورت رو میزنیم. دکمه ریپورت رو که میزنیم یه گزارش جامع از سرکامپابیلیتی توموگرام، از اختلاف ضخامت نوروسنسوری سیستم با جمعیت نرمال این جامعه و بالای بایپولار سل ها و سلول نورون ها یا همون گنگلین سل ها به ما میده، به اضافه تصویر فانوس از دیسک و سایز فایبر لیر. این تصویر دو طرفه‌ای هستش که مپ کوانتیتیتیو یا حالا همون نقشه های استنتاج عددی اوسیتی برامون میسازه. اما در نوع تکیه این گزارش ما از این پروتکل 4 گزارش میگیریم. نوع اول این گزارش ها گزارشی به اسم استاندارد ریپورت. اینجا توی ادیت و نرم افزار ریپورت رو باز میکنیم. دیتا ست اینجا ادیت رو که میزنیم یه استاندارد ریپورت داریم، یه گلوبال ریپورت داریم، یه هود ریپورت داریم و یه بی اسکن داریم که حالا یا به شکل استاندارد یا به شکل ایونت. استاندارد ریپورت شامل دو تا تصویر ترانسورس از دو چیز از ماکولا هستش، یک بازسازی از سطح آیلم داره، یک بازسازی از سطح RPE داره که اینجا بشه تشخیص افتراقی داد بیماری‌های کرویل از بیماری‌های ریتین. اینجا اختلاف ضخامت شبکیه رو با جمعیت نرمال این جمعیت با ضخامت نرمال این جمعیت اندازه‌گیری کرده، یعنی از اوتر سگمنت تا آینه، و اینجا به صورت رنگی و حسب عدد سودوکادرش کرده. اینجا دیوییشن GCL++ به معنی گنگلین سلز، لایه بالاییش RNFL و لایه پایینش انرپلکسیفورم لیر. این سه تا لایه‌ای که سیگنال اینورت شده رو تحویل نورون میده و به مغز میبره رو توی GCL++ معرفی میکنه تاپکان و اینجا دیوییشنش رو با نرمال اندازه گیری میکنه. به صورت مثال این ضخامتی که اینجا هست 5% مردم این جامعه این ضخامت رو دارن. یا GCL+ وقتی که ضخامت گنگلین سل و اینرپلکسیفورم لیر رو اندازه گیری داره میکنه و اینجا تو نقشه برامون گذاشته و این هم تفاوتی که با یا همخوانی که با نسبت همخوانی که با جامعه هم نژاد همسن و هم جنسش داره. اینجا فقط نرو فایبر لیر اومده به سودو کالر شده. این دایره‌ای که اینجا می‌بینیم، این مربعی که اینجا می‌بینیم مثل مربع‌های بالایی، اینجا هم اگر تغییر سایز وجود داشته باشه ضخامت فقط NFL RNFL اینجا دیوییشنش رو مطرح می‌کنه. چیز جالب اینجاست که اینجا به نظر میاد بیماری نورودیجنراتیو بوده باشه
چرا؟ چون دیمایلینیتینگ نبوده باشه، مثلا یه ابزار تشخیص اختلافی توی بیماری‌های نوع افتادگی. چرا؟ به خاطر اینکه اکسون ها یا NFL که مایلین ها رو دورشون هست اونها سالم موندن، ولی خود سلول های نورون آسیبی رو که دیدن. اینجا سیلیکون پابیلاری توموگرام رو گذاشته و در نهایت یه تصویر فونوس اسفر. گزارش بعدی که داریم گزارش گلاکوما هستش. توی گزارش گلاکوما همون اطلاعات قبلی هست به اضافه اطلاعات عددی دیسک، مثل سایز دیسک، مثل سایز کاپ، مثل سایز ریم، مثل نسبت کاپ به دیسک که حالا ایشون چون دیسکشون التهاب داره دیگه کاپی ندارن. نوعی که این دستگاه دیسک رو اندازه گیری میکنه خیلی دقیقه، به این صورت که این دستگاه الاینمنت و عمودی بروکس ممبرین با آیلن رو دیسک در نظر میگیره و الاینمنت افقی آوتر رتینا با آیلن رو کاپ در نظر میگیره. بخاطر همین یه سی دی ریشیوی دقیق برای هر مریض داره و در نتیجه روی به هر مریض رو دقیق اندازه‌گیری میکنه و همینطور میتونه سیرکمفرنس توموگرام طرف رو و حسب سایز دیسک طرف ترسیم بکنه. ریپورت سوم که داره کود ریپورته که یک ویژوال فیلد ساختاری هست، یعنی ویژوال فیلد یا پیمنت وقتی با پیمنتی انجام میشه یک تست فانکشنال یا یک تست عملیاتیه که اثرها رو باهاش چک میکنن. اما اینجا با استفاده از ضخامت RNFL و با استفاده از ضخامت گنگرین سلز و پلاسیفورم لیر میاد یک احتمالی با میزان ترشهولدها از ویژوال فیلدی که فرد میتونه داشته باشه رو برای شما بازسازی میکنه بر حسب ساختار و این کار رو دکتر دانتری توی کلمبیا یونیورسیتی انجام داده. 97% دارای تطابقت با یک ویژوال فیلد پرفکت فانکشنال میده. این چیزیه که به اضافه اینکه تخیل میشه از تشخیص‌های اختلافی هم دارد یا باشه گفتم بیشتر شبیه بیماری نوروژنراتیو مبتلا هستن. اگه دقت کنید اینجا که تو 24-2 بر حسب RNFL ویژوال فیلد رو بازسازی کرده تقریبا اینتکته، ولی پایین که میایم میبینیم گنگرین سل پلاس یعنی گنگرین سل و لایه پایینیش همون پلاسیفورم لیر اینجا یعنی خود نورون و اینجا میبینیم سلول نورون و اینجا میبینیم دیجنریشن. به خاطر همین این یه روش تشخیص اختلافی بیماری ها هست به اضافه پترن ها. یک نوع تصویر دیگه که ما داریم دیسکن ها هستش. این دیسکن ها هم میتونه به صورت استاندارد باشه، یعنی شما 2 دیسکن بزرگ رو اینجا داریم و بقیه 10 دیسکن رو کوچیک اینجا داریم، ولی میتونیم 6 تا 2 تا این دیسکن ها رو داشته باشیم و اینا پروتکل های ساختاری یا استراکچراله که این دیسکن ها رو ما میتونیم با پرینت کنیم در روی پروژه.